جمعیت ثابت متغیر اینجا به چه صورت؟ الان مثلا 3-4 خانواده‌ام. قدیما که جمعیت اینجا خیلی زیاد بوده تا 2000 نفرم بودن، خب مثلا 10-15 تا خانواده 20 تا خانواده. یعنی قدیمی‌ها رفتن شکلی مدرسه داره نداره؟ یه مدرسه هست. اون زمانی که من مدرسه میرفتم اونجا در حدود 40 اقلا شاگرد داشتم، دختر پسر. بعد دیگه به مرور زمان دیگه همون وضعیت که پیش اومد همه رفتند و یه سری پیرمرد موندند اینجا. اکثرا در شما ببینید که سری به اون صورت ندیدید. بله. ما اصلا بچه هم ندیدیم هنوز مثلا هرچی نیست اصلا دیگه برم اصلا تولید برم تولید بچه دیگه برم. مدرسه که الان دیگه کمه، مدرسه کم شده. بچه هم کم شدن دیگه، کمه. 200 نفر میرن مدرسه رو بیان. پدر مادرم خیلی سال اینجا بودن، پدر بزرگ مادر بزرگ نه همش اینجا زندگی میکردن دیگه. نه الان اینجا الان همینجا زندگی میکنن. آره الان 12-13 سال اینجا خونه درست کردن، بازسازی کردن، یعنی خونه قدیمی بوده خونه. مردم اینجا درآمدشون فقط کشاورزی هستش؟ بیشتر کار اینجا کشاورزی بوده و چند نفری هم حالا به حساب دام پروری داشتن، ولی همه اونا گاو و چند تا گوسفند مصرفی خودشونو داشتن و کار صنعتیشون هم آقایون کف گیور و تخت گیور رو درست میکردن، به قول خودشون به زبان محلی تخت میکشیدن. خانوما هم گیوه بافی میکردن. بعد از گیوه بافی قالی بافی اومد. الان دیگه خدا رو شکر هیچ کدومش نیست. الان خرمالو میچینند و انار میچینند و اینا. الان انار خرمالو دیگه الان دیگه همه خوشگذران شدن دیگه، کسی هم به اون کارا نمیده. یه عده افغانی بودن که اینا باقا را میدادن، اونم امسال دیگه رادشون کردن رفت. نه اکثرا دیگه الان دیگه اون کار اون کشاورزی که الان تعریفشو میکنن اون موقع دیگه ازشون بر نمیاد، یعنی موقعیتشو ندارن. دارن آب دارن، گاز دارن، برق دارن، بد نیست. اول که اینش هم نبود. اگه غیر از این بود که نمیتونستیم اینجا بمونیم که باید بریم چوب بیاریم، بیزون بیاریم، خدمت مشکل بود برام. بازم خدا پدر دولت به مرزب مردم رسید. حالا خوب شده، دنیا خوب شد، مردم راحت شد. چی؟ میگم مزاحم شدیم. خیلی واقعا دیگه حرفاش یه چاییه دیگه، تلخ دیگه قابل شما نه. خوشمزه بود، خوشمزه. والا منم که شوره شهرم بر عشق ورزیدم، ببین خونه خونش منم سنگه، که دید نیادم به یه حالت از پیرنشینه توی مثلا یزدیناست، یه استراحتگاه. آره یه چیز این هم پیرنشینه توی یزدینه که مثلا کنار دریه، مثلا یه سری تاق بیرون خونه ها هستش میشینن برام استراحت. نه این برای پیرا نبود، برای ما جوونا بود. جدی دارم میگم، پیرا که نمیرفتن آب بیارن. اونایی که هر چقدر سنمون پایین‌تر بود بیشتر باید میآوردیم. تا نهایتا قبل از ازدواج، حالا آقایونم معمولا مستثنا بودن، خانم‌ها میرفتن میآوردن. وقتی میومدیم از اون سربالایی میومدیم 3 جا برای نفسگیری و استراحت نیاز داشتیم، یکی از اونها اینجا. شما از پایین میرفتین آب میآوردین درسته؟ همه از پایین الان این اولیشه؟ نه این آخری. این آخری. بعد معرفی میکنم این آقا خوشگلری که میبینین طوله سگ منه. طوله سگ کجاست من نمیبینم. سفید قهوه‌ایه، خوشگله، نگاه کن. الان یه با پرنده ها تداخل ندارم. نه کاری نداره. طوله سگ بیا ماما.
هیچ چیز دیگه ای نداره. آره سیاه شده اینجا تختش. آره دیگه با دود میزنه سیاه بوده دیگه. این سایبونی که اینجا هستش این مثل سایبون. اونه نه این بر مال بابام بوده، این بر مال بابام بوده. واسه اینکه نیاین کوچه رو دور بزنی میان بره. یعنی اینجا یه خونه بوده منتها کوچه می‌خواستن وسطش رد کنن. آره دیگه کوچه اصلا بوده از اول. کوچه بوده برای اینکه حالا ما دور نزنیم کوچه رو این بر این سقف بزنیم. حالا همین خونه که دارم میگم اینجا مثلا بوده اون اتاق از سری قبل مهمون داشتم اومده بودن رفته بودن خونون بخرن گم شده بودن اینجا. رفته کنم بعد گوشی هم با خودشون نبرده بودن. آره اینجا کوچه هاش چه جوریه که دفعه اول بود که اومده بودن بعد گم شده بودن صبح کل سحر. فکر کمک می‌خوام دیگه. اینم قربه شما کشتی. اونم با ما تکسی. واقعا وای تکسی. یه سقف قدیمی طبقه پایین به زبون محلی تا خونه و این وسط یه تنور بوده. تو این تنور زمستون آتیش روشن میکردن، زمستونا می اومدن اینجا. یه پنجره بیشتر نداره، یه دونه سقف سوراخ داره برای بیرون رفتن از دود و اینکه معمولا سقفش کوتاه‌تر از اتاقای بالا خونه هست که اتاقای بالایی که مال تابستونه. وسطشون هم که تنور بود، هم نونشون رو میپختن و هم غذاشون رو توش میذاشتن و هم گرمایشش رو استفاده میکردن. و مهمتر از همه این که پنجره این خونه های پایین، اتاقای پایین پنجره یه دونه دارن. توضیح بده ماما. حالا ببینید سقفو. ما 3 مدل داریم. حالا یه مدل که میشه پیراهن و گشویی. هیچ. یه مدل این که جداست. میمونیم سقف‌های تیری که با تیر چوبه مثل این. یه مدلش با نی. تیرا به صورت مثلا این شکلی افتاده با نی اینجوری مابینشون میپوشونن روش بوته میذارن خاک پایین میاد خاکی رو که میریزن. یه مدل به جای این نیا روش تخته میزنن. حالا هر دو مدلش رو تو خونه خودمون داریم. نیه رو ندارم که اینجا ببینید. به جای این نیه رو بندازیم تخته میزنن. تخته میزنن روش بوته میذارن خاک و گلشون رو میریزن. یه مدل دیگه هم داریم که چی مابین این دوتا تیرا رو با گچ پر میکردن. این فکرم جدیدتر باشه. این جدیدتره آفرین. چون موقع گچ نبود. برعکس بالا ببین دوتا در داره، پنجره داره. بله. و کلی این پنجره هایی که باز کرد. بقیه‌شون ولی نه. فقط خونه های خان پس به صورت این حیاط مرکزی آره بوده. فقط همین. اونم کلا 4 تا بود. ولی همشون اینجا اون تابستون در واقع اتاق تابستون اتاق زمستونه رو دارن. یعنی اینجا کلا خیلی مردم مهاجری نبودن مثلا ییلاق داشته باشن مثلا تابستونا برن ییلاقشون. اینجا خنک بوده نه. یه چند تا خانواده به صورت ییلاق قشلاق می‌ریزه کردن که مثلا پدر بزرگ من بوده. خب این ییلاق قشلاقشون هم نه اینکه خوشگله من خوشگله مامان تو هم بیا. این ییلاق قشلاقشون هم مثلا 1 کیلومتر بالاتره. همین. اونم به خاطر اینکه مثلا صبح زود بلند نشن از اینجا بخوان این 1 کیلومتر رو برن تا مثلا برسن به زمین کشاورزیشون که بخوان محصولشون رو برداشت کنن یا چیز کنن. اونجا میموندن، شب هم همونجا میموندن. هوا که سرد میشد میومدن اینجا چون دیگه کشاورزی راکت بود. یعنی زمینا بالاه بیشتره. شما فکر می‌کنم زمینا بیشتر اطراف رودخونه باشن پایین. خب اطراف رودخونه است. هنجن 2 تا رودخونه و 3 تا قنات داره. 4 تا. 4 تا قنات داره. از اون پایین از پل هنجن پاسگاه که اومدین هنجن شروع میشه تا میره سمت بولیگر هنجن. این برو ما ندیدیم. این که میگم چند تا خونه به حساب چیز میکردن بیشتر به حساب ییلاق قشلاق نداشتن. اینایی بودن که سمت بالا باغ داشتن. اونا بیشتر مثلا اون طرف میرفتن. اینا به خاطر اینکه این مسیر رو هی نرن و بیان. زمستون هم که فقط چون اونجا سرد میشه میومدن اینجا پایین. اونجا مثلا یه دونه اتاق داشتن که همونجا تو تابستون توش زندگی میکردن و ولی اونشون توی خونه زندگی میکردن.
آره. متوجه شدم. من یه فرقی متوجه نشدم. الان فرق تابستان نشین و زمستان نشینشون اتاق فرقشون چیه؟ توضیح وای دادم تو خیلی دیگه. خنگی. نه کمالا چیزه. ببین اینجا چند تا پنجره داره. از هر طرف این پنجره کوچولوی بالا رو نگاه کن. ارتفاع سقفش بالاتره. این پنجره رو داره، 2 تا در داره یا 3 تا به حساب 2-3 تا در داره، 2 تا پنجره داره، پنجره بزرگانه از این پنجره ها. که اینا رو که باز می‌کردی باد میومد کمک می‌کرد دیگه. دید داره. یه پنجره داشت این بر. الان طبق قانون این بسته شده. ولی اون زمان یه دونه اتاق بود و خب حریما رعایت می‌شد، احتراما گذاشته می‌شد که مثلا با این قضیه مشکل نداشت. می‌دونست مثلا اگه اینجاست اون طرفی که نورگیر داره یا مثلا اتاق بالا رو داره کسی نیست که بیاد فضولی کنه تو خونه. یعنی خودشون حریمشون رو حفظ می‌کردن. وگرنه خودشون باز. و از این نظر مثلا مشکلی رو نداشتن. حالا ما فامیل بودیم، این تو فامیل ما نبود. بله 90% خونه‌های قدیمی اینجا که بودن این مرغدونی رو داشتن و طویلم پیششون بود. یعنی برفرض الان من الان کلید ندارم اینجا طویلشون بود. این آره الان مثلا مامان من کرده آشپزخونه، در حقیقت این طویله بود. پیش خودشون بود. گاواشون چون زمینشون سرد می‌شده اینا مثلا گاواشون زایمان که می‌کردن یا چیز بود می‌آوردن پیش خودشون. پس یه سری اون آغولا سمت چیز بوم بوده. کندا رو میگی سوراخ‌ها. بله. گفت زاغه یکی چیز دیگه میشه. خب بوم کنده در حقیقت یعنی رفتن داخل خاک کندن آوردن بیرون. اونم عین همینه. اون عمومی نه این داخل خونه رو میگن طویله. به اونا میگن بوم کند. خب اون بوم کنده مال زمانیه که اینو برای زمانی میوردن که گاوشون نزدیک زایمانشه. ببین گاوه نزدیک زایمانشه، اینا که نمیتونن هر دقیقه اونجا وایسه. گاوه رو میارن اینجا چند روز اول زایمانشه، اینا هم اینجا مراقبت میکردن، بعد گوساله رو اینجا نگه می‌داشتن برای شیر دادن میبردن. ولی نمیتونستن برن اونجا بمونن که. یعنی اونجا اصل داماشون اونجا نگه می‌داشتن، اونایی که نیاز به نگهداری داشتن که چند روز مراقبت رو نمیدونم چه اینا داشتن میآوردن. اوکی مرسی. اینجا یه در خاله من یکی از عروسای همین خانواده بود. همین آقایی که دیدیم پسر خالم یه برادر شیرین هم هست بزرگ شده که این خونه بوده. اینجا یا از این دیواره یعنی حساب کنید یه اتاق داشتن، اتاق زمستونی وسط این یه دونه از اون در بزرگا که کلون داشت اونا بود، این برش هم یه اتاق زمستونی دیگه. این تازه تخریب کردن اینجا رو؟ آره تازه ساخته. از این وسط که میرفتیم یه راهرو بود دیگه با اون دره. یه دونه اتاق اینوری بود مال عروس بزرگه. اتاق زمستونیش. اتاق تابستونی این عروس بزرگه کجا بود؟ رو اتاق زمستونی اون یکی عروسه که خاله من میشد. و اتاق تابستونی خاله من کجا بود؟ رو این یکی ساخته بود. این دوتا باز با هم یکی بوده یعنی؟ آره مال یه خانواده بوده. میگم ماشاءالله تعداد بچه‌ها زیاد بود. بعد حالا از این رد می‌شدید. ورودی اتاقی که خالم داشت از این طرف بود. یعنی شما اینجا راهرو بود میومدی؟ خب؟ بله. خاموش کردم دستم نخوره زنگ بزنم. اینجا راهرو بود میومدی. اینجا یه در داشت برای اتاق این جارو بزرگه. اینجا میومدی اینجا یه تنور بود عمومی. از اینجا در میخورد واسه این اتاق خالم. حالا اینجا پله میخورد میومد بالا واسه اینا. این ورش دوباره میرفت یه اتاق مال سه دستالله، این ور میومد یه اتاق دیگه مال این یکی، دوباره میرفت یه اتاق دیگه مال این یکی، یه اتاق مال این یکی. اینجا میومد 2 تا توالت بود. چقدر طویل کوچه ها بود دیگه. دقیقاً مثل همون کوچه بود دیگه. یه کوچه باریک اون ورش تا خونه آبیه. به این شکل بود. یعنی یه چیز اینا دیگه طویله توشون نبود. طویله نداشت. اینا دیگه طویله توش نبود. بالایی‌ها میشه رفت گذاشتن گوشت و اینجور چیزایی چیزایی بوده که بچه دستش نرسه، میذاشتن بالا دم دست نباشه که مثلا بخواد چیز بشه. اون بالایی‌ها میذاشتن، پایینی‌ها چیزایی دم دستی تر رو میذاشتن. این یکی‌ها که بزرگن تا پایین ادامه دارن رخت پا رو میذاشتن. اون تابستونشون ببین 2 تا تابستونشیناش هنوز اثراتش هست. زمستونشیناش هم میشده پایینش.
این یکی باز به همین طور که خونه زنبابان بوده. یه دونه معمولا این خونه ها یه دونه دستشویی عمومی داشتن که حالا به نوبت هم مثلا تخلیه اینا میکردن. بعد اتاقای بالاشون میشد بالا نشین برای تابستون، پایینش هم برای زمستون استفاده میشد. اونایی که زمستونی بوده نگاه کن سقفاشون همه سیاست، تیرا همه سیاست، بالایی ها نگاه کن سیاه نیست. سیستم سقفش هم همونو شما همونه. میگی با حسیر چیدن اینا؟ نی بچو. ببین اینا از نی استفاده کردن، وضعیت مادیشون بهتر بوده. خب ببخشید نه دیگه بیمه با عینشون بچینه بیمه با تا الانم که نننده باید صدا مشابه ما این انجام بدیم. تخلیه فاضلا با به این شکل بودن توالت ها. 2 تا چوب میذاشتن این وسط، حالا اینجا 2 تا چوب، حالا دیگه پیشرفت کرده مثلا یه ذره تغییر کرده رو کار نداریم، اون سیستم قدیمیش 2 تا چوب با یه دهنه اینقدری باز که شما چند تا پله میخورد میرفتی، یه پات این بره چوب یه پات این بره چوب که همون حکایت توالت ایرانی خودمونو داره. مستقیما میریخت توی چاه، درسته؟ بعد اینجا رو نگاه کنید ببین این سنگچین فرق میکنه، این جزء دیوار نیست. آها. این زیرش چاه بوده، اینو آوردن بالا. این میرفت اون تو، چاه نبود. این 2 تا سنگا رو برمی‌داشتن. فاضلابی که توی این جمع شده بود برمیگشت میومد اینجا. خالی میشد میومد اینجا. اینجا با خاک قاطیش میکردن، برمی‌داشتن میبردن میریختن توی باغا پای درخت‌ها و اینا. اون تخته‌ای که میگفتید کجا بود؟ تخته یه تیکه اینجا تخته داشته. نه اون یه تیکه خراب شده، احتمالا یه مثلا کم آوردن حالا تخته گذاشتن اینا. بعد هر کدوم از این تیرا که میشکست می آوردن 2 تا چیز میذاشتن، پایه ها رو چی میگن؟ این شمع رو میگی؟ آفرین. شمع می‌بستن زیر اینا، مثلا این تیره شکسته، اینو در می آوردن دوباره یه تیره دیگه میذاشتن، بعد جایگزین میشن. هر کدوم از اینا که میشکست برای سر مثلا فرسودگی یا هر چیزی به این شکل عوضش. این که داری میگی مثلا مال همین گذشته است دیگه، مثلا ما 60 70 سال پیش این کارو انجام دادیم. الانم اگه تیر خونه مادر من بشکنه مجبوریم یعنی یه چیز تاریخیه. من میخوام استفاده از شمعش میخوام بگم، یعنی اصلا اون موقع اینا اینجوری ترمیمش میکردن. آره. بعد یه سوالی، این اتاقی که اینجا برای ورودیه، حالا اون قسمت زمستون نشینا داره، این بارش سازه‌ایه دیگه، این 2 تا تیر داره، این مثلا جایی بوده خراب بشه ببینید این پشتش چیه، داخل این کاکری که اینجوری حالا تاق دادن، چون من تیراش که دارم اینا سقفش تخته. خب چون تاقو که میزنن برای اینه که بتونم اون وزن دیوار رو نگه داره وقتی بازشو میزنن. من اینو نه ببین فقط همین یه تیکه است. من تا حالا دقت نکردم، گفتم دقت کنید ببین خشته تا اینجاست، یعنی خشته رو به صورت تاق ضربی رو هم گذاشته. اولین خش رفته تو دیوار، بعد دیوار نگه بعد هی اومده جلوتر. آره یه تیکه دیگه اومده جلوتر. آها، یعنی با آجر با خشت و چیز خشت دیگه کلا. آره خشتی که کار آجر رو میکنه. حالا احتمال داره ولی نه هیچ احتمالی هم نداره، هیچ حرفم پس می‌خواستم بگم احتمال داره مثلا سر تیرای کوچیک رو داده باشن داخل چیز، می‌بینم نمیشه چون خشتا شکسته میشه. آها اوکی، پس اینم با هم خشت بفهمید. چرا درست کرده بودن بر دسترسی‌های بالاشون؟ تقریبا همیشه. یعنی مثلا زمستونش اینجا، تابستونش دقیقاً بالای همین. تابستونش میشده بالایی. یه سوال، اون کنار در خیلی توی قلعه‌ام دیدم یه سری سوراخ اونجا میذارن، اون برای چیه؟ برای اینکه شما سوال کنیم و جواب بدیم. این نوع درش با اون در فرق داره. ببین با این مدل در فرق داره. به این در میگفتیم در ورودی یا در طویله‌ای. خب بعد نوع کلونش هم فرق میکنه. ببین این شکلی با اون فرق میکنه. این برای دسترسی، یعنی این عمومی تر بوده انگار، این یکم این در ورودی بزرگتره. بعد حالا شما که نمیتونی اینجا چیز کنی که دست رو باید اینجا ببری اینو بازو بسته کنی. دست رو اینجا میبری این کلیدو برمیداری بازو بستش میکنی میبندیش. کلید هم داره؟ کلید داشته دیگه، این نداره. نه کلید داره. با همون سیستم کلید اون این زبونه میومده جلو میرفته عقب. بعد از اون ور دسترسی نمیشد داشت. سنگ گذاشتن که از اون کلیدش گم شده شکسته، سنگ گذاشتن. ولی از این طرف میرفته میومده. اینم میشه بگیری بعدن.
ببین این الان قفل میشه. خب باز نمیشه. قفل نشده. قفل نگاه دیگه باز نمیشه. درست؟ اینو میگیریم بالا، میکشیم عقب، باز شد. حالا اینا رو داره. درست؟ این حالت اون زبونه ها و اون چیزایی توی کلیدای چیز هستش انجام میده. این میره توش میفته رو اون چوبی که داخل اینه، زبونه اصلی، خارای اون میفته روی اینا. یعنی شما کلید دیگه بندازی تو این باز نمیکنه، چون امکان داره این یه ذره این برتر باشه، اینش مثلا 4 تا باشه، 5 تا باشه. این میره توی اون قفل خودش، اونا میافتن روی این، میاریم بالا. اون زبونه چوبیه رو که آورد بالا میکشیمش عقب، پس قفل باز میکنه. یا الان ببین این رفته. خب اگه من اینو اینجوری چیز کنم ببین نمیره، بعد بیارم بالا، حالا میره جلو. قفل کرد. الان قفل. حالا دوباره اینو میگیرم بالا، میارم عقب، باز کرد. صفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریز رنجیدن. از بیرونش هم از بیرون مشکل اصلا اینقدر دیوارش کنن هیچ کاری اینو به این دالنه بخونه اونا خیلی بزرگه، دور تا دور. یکی دیگه هم اون برای که هستن. آره اینا خان بودن، غیر از اون بقیه همه مردم عادی بودن. حالا اونا خان بودن، خونه هاشون بزرگتره، خونه به این شکله که آقا یه حالا حوض یا حیات مرکزی داره دور تا دور اون به صورت اتاق. همون چیزی که میخواییم دور تا دور اتاق، حیات مرکزی. برداشت خراب کرد، بعد بلند بود، اینقدر بلند بود. این همین درایی که اینجا بودن. آره. بعد توش تنور بود. برداشت اینا خودشون رو اصول میساختن قدیما. برداشت این اینجوری که این درای آشغال حالا اینا رو میکنه عوض کنه. بالا رو بگید، بالا رو بگید. فقط این قسمت این تقلیلی ندید. بری اینا رو درست کردن. آره. من اینجا میتونم. برای که زمانی برمی کنم. از اینجا برم بالا عکس بگیر مثلا. اینا نگاه کنید تو عیبادی میاره. به نظرم توش دیگه شه. حالا برید. من برم. مهجا میتونی بیا؟ سال اولی؟ نه سال سومی. ولی خب خیلی 5 سال به نظر. من پسرم معماری خونه. چون اونم خیلی با این چیزا حال میکنه. برای دانشجوانشون هنوز؟ نه بابا من ازدواج کردم تو بچه‌م. واقعا اصلا همه جوش قدیمی. ما از زیر مسجد میومد یه آبی بزرگ. ایشالله که دوباره مثلا منظرمی که میگیم پتانسیلش خیلی ده قدیمیه. بله ریشه داره و اصلا مشخص